هلو گایز، من از که هستم و خوش اومدین. امروز بازی کال اف دیوتی. آقا میخوام بگیم چجوری بته پس قدیمی میگیره. حالا خودم الان گرفتمش، بعدم گفتم بذار یه دفعه ویدیو بگیریم واسه بچهای گل. اینجا که داخل بته پس میاریم قسمت سومش بی پی نمیدونم چیه، انگلیسیم ضعیفه. من اینجا فعلا این سه تا بته پس کامل فولش کردم. مثلا اینجا دیگه بته پس نیست. حالا اینجا مثلا وقتی که این ور هست 220 سی پی رو میزنید یه همچین صفحه واسهتون باز میشه. بعدم میخواد بریم مثلا باید تا این بغل سی پی هست اینا یه چند تا داشته باشی. خب کل مثلا میشه 100 تا 200 تا کنم اگه بخوای همه رو فول کنی. خب بعد این گزینه زرد این پایین رو میزنی، بعد اینو مثلا روی این تا تاش روی این عکس که میزنی میگه 80 تا. خب 80 تا من 740 تا دارم. 80 تا این گزینه زرد رو میزنی فول میکنه اینو واسه این مثلا همه رو میگیری به همین راحتی. مثلا این حالا گفتم بذار سی پی بزنیم یه ویدیو هم واسه بچه ها بگیریم. درست مثلا بته پسش زیاد خوب نبود ولی لوکاسش حاجی، با لوکاسش من خیلی حال من حالا خودم لوکاس بته پس دارم. حالا مثلا این گانش خدایی من ازش خوشم اومد، دنسش اصلا نگم براتون. حاجی یادم رفت انقدر عجله کردم گفتم یه ویدیو بگیرم واسه بچه‌های گل نشد دیگه. سیمبل خاموش کنیم و کیانچه درخواست نده فعلا. بریم اینجا آقا لایک کامنت سابسکرایب یادتون رو. بعد یه اتچه چیزام بهتون نشون بدم. اصلا چیه اتچه لوکاس هم بهتون خود کلی آجی. من حالا فعلا من این بطر پسشو دارم با این بطر این لوکاس بطر پس این آقا این اتچه خودتون برش داریم. بعدا اینجا میای لوکاس اومده اینجا. حالا اتچ هم بگیریم خداستیگه. بعد چیز دایموند و گلد هم اساسا گذاشته بودم داخل چنل مثلا بخواین اینا هم جریانشو گفتم دیگه واسه تورنمنت اینا عالیه. خوب بعد اینجا میگفتن 4 ماه خب ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. هم لذت کافی رو برده باشید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره بچه‌ها. تابستان بعد امتحانا ویدیو خیلی خوبی واسهتون داریم. سال آخرمه. پس تا یه ویدیو دیگر پیس.